Соҷон ами нафароне ки дар як гов 7 кас шариканд, дар вақти забт номи 7 оиларо мегиранд ва ё чӣ хел забт мекунанд? بله میگوید که همین گوسفندی احمد و عمرو و زید و فلانی و فلانی 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 از بسم الله الله اکبر. لیکن همین 7 نفر همه با نیت قربانی باشد. یگان آدم مثلا گوید که من قربانی نمی‌کنم، تو برای گوشت برای من ضرور است، یا مثلا یک آدمی که قربانی و اعتقاد ندارد مثلا، همین هم باید شریک نباشند، همه قربانی کن باشد. ولی کدام آدم دین سوال داده است که ما یک گاو 4 نفر پول داده میخریم، چهارمین آدم صاحب گاو است، یعنی حقی ما میدهد، 7 به تقسیم میکنیم، حقی ما میدهد و باقی ماندهش خودش میگیرد. قربانی نه، هم تو خودش گوشتش فربه کردگی برای کشته خوردن، باقی ماندهش خودش میگیرد یا میفروشد. جایز نیست این خلاف شریک شده. مثلا 6 نفر قربانی کن از یک نفر گوشتش میفروشد در بازار، خودی قصاب خودش است مثلا، باقی ماندهش میفروشد، ایناش به اینا میفروشد چون که صاحب گاو است کو، یعنی 6 حصهش میفروشد برای اینا شریک میشن، پول میتین، یک حصهش نصفش خودش میخوره، نصفش میفروشد مثلا. این نادرست است. قربانی باید تمام جسم و جانش، حتی پوست و سر و پاهایش باید فروخته نشود، صدقه کرده شود، هدیه کرده شود، خورده شود، صاحب گوشت خورد، لیکن نفروشد. و قصاب هم پول میدهید. بنابراین برادران این چیز رعایت کنید. تا حالی بعضی اون نمیدوند، میگوید که ما 3 نفر حقی خودمون میگیریم، اون چی کار میکنه باقی ماندهش از او هست. نه، اون باید اراده قربانی کرده باشد. برای همین یعنی که کسانی که شریکی گاو میکشید احتیاط شوید.